مردان اهل ایمان بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ کنند، زیرا این کار برای حفظ شرفشان بهتر است و بدانند که خداوند از عملکردشان باخبر است. و به زنان اهل ایمان نیز بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ نمایند و زیبایی های خود را جز آن مقدار که قهراً پیداست آشکار نکنند و دنباله دستمال سر خود را بر گریبان بیندازند و زینتهای خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان و یا پسران خواهرانشان و یا زنان همکیششان یا بندگانشان و یا خدمتگزارانشان که تمایلی به جنس زن ندارند و یا کودکانی که از وضعیت جنسی زنان بیخبرند. همچنین زنان نباید چنان پای بر زمین بکوبند که زینتها و زیبایی‌هایی که مخفی کرده‌اند دانسته شوند. ای اهل ایمان، همگی به سوی خداوند بزرگ توبه کنید، امید آنکه رستگار شوید. مردان اهل ایمان بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ کنند، زیرا این کار برای حفظ شرفشان بهتر است و بدانند که خداوند از عملکردشان باخبر است. و به زنان اهل ایمان نیز بگو که چشمان خود را از نگاه بد و وسوسه انگیز فرو گیرند و پاک دامنی خود را حفظ نمایند و زیبایی های خود را جز آن مقدار که قهراً پیداست آشکار نکنند و دنباله دستمال سر خود را بر گریبان بیندازند و زینتهای خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان و یا پسران خواهرانشان و یا زنان همکیششان یا بندگانشان و یا خدمتگزارانشان که تمایلی به جنس زن ندارند و یا کودکانی که از وضعیت جنسی زنان بیخبرند. همچنین زنان نباید چنان پای بر زمین بکوبند که زینتها و زیبایی‌هایی که مخفی کرده‌اند دانسته شوند. ای اهل ایمان، همگی